ساکنان شهر و دیهات اسفاره با شکرانه دولت صاحب استقلال وحدت ملی روند با سرعت معرکه بنیادکاری و سازندگی و گرامی داشت سنت‌های نیک اجدادی ارزش‌گذاری و افتخار از این میراث بزرگ ملی نوروز بین المللی را استقبال و جشن گرفتند. چهاربینی‌های اساسی نوروزی با شرکت مهمانان سرشمار در گلباغی به نام اسماعیلی سامانی مرکزی شهر صورت گرفتند. در درآمدگاه نوروزگاه در راستی خیمه‌های ایدانه با رعایت عنعنه‌های ملی سفره‌های نوروزی هفت سین و هفت چین و طعام‌های ملی خاص نوروز، شیرینی‌های ملی، سومنک، محصولات ساحه‌های صنعت و کشاورزی، هنرهای مردمی از قبیل قالین بافی، بافندگی، سوزنی دوزی، کلالگری، زردوزی، قراقدوزی و گهواره‌سازی به نمایش گذاشته شده بودند. اهل تانتنه جشن فرخنده نوروز را نمایندگان حکومت جمهوری تاجیکستان و مقامات ولایتی و محلی حاکمیت دولتی با جشن نوروز بین المللی تبریک نموده از جمله تذکر دادند که نوروز از جشن‌های کهن تاجیکان محسوب یافته در سالهای صاحب استقلالی سنت‌های خاص نوروزی احیا گردیده محض با تلاش‌های پیوسته اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان نوروز دوباره در سرخط جشن‌های ملی تاجیکان قرار گرفت و به جشن و سرور عمومی ملی تبدیل یافت. صحنه‌های نوروزی جمشیدی، ترانه‌ها در وصف بهار و نوروز با اشتراک دسته‌های هنری شهر و دیهات اسفاره تجسمگر نیت و آرزو و آمال ساکنان اسفاره باستانی بحر شکوفایی بود.